امروز توی این ویدیو یعنی پارت 200 روز وسط اقیانوس ماینکرافت باید یه سرپناه برای خودمون بسازیم و بتونیم از خودمون مراقبت کنیم و اگه بخوایم ببینیم توی این ویدیو همینجا ویدیو تمومه و دیگه ادامهش نمیدیم. پس قبلش حتما ویدیو رو لایک کن و کانال منو سابسکرایب کن. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب آقا ببینیم من یه چند تا اینجا بلاک‌ها رو کندم و می‌خوام سرپناه بزنم و اولا باید یه گاز داشته باشیم برای خودمون یا یه چیزی که بتونیم ماهیامون رو توش بپزیم و الان نیاز به سنگ داریم و باید از همینجا سنگ بکنم. بدو فقط زیاد نباید بمونم زیر آب چون ممکنه بمیرم. بدو اینو بکنم میام بالا بنازم. برو بالا بدو بالا دیگه. وای نمیرم براش. نمیمیرم. باید برای خودمون خونه بسازیم و اگه این کار انجام ندیم ممکنه بابا چرا میافتی تو آب و ممکنه اتفاق خوبی برامون نیفته. پس سعی میکنیم هر چه زودتر خونه رو بسازیم. دوباره سنگ بکنم. آقا من خیلی شدید به غذا نیاز دارم چون اگه بعد یه مدت بخوایم غذا هم نخوریم خواهیم مرد و کشته میشویم. برو بالا. وای الان میبینم. الان نیم قلب دارم برای بچه. نیم قلب یا ابوالفضل. آقا باز بدون پختن غذا میشه خوردتش و خب حالا ببینین داریم یه سرپناه میسازیم آقا برای خودمون. باره باید بلاک بکنم برای بچه فقط نیفتیم تو آب. وای بابا نیفتا. منم اون یه تیکه سنگو بردارم. بدو برو پایین بابا. برو پایین. آهان کوشش. چه یه تیکه سنگو نمیبینم. وای برو بالا. وای مردم برای بچه. همینجا نمیخوام ویدیو تموم شه. وای مردم برای بچه. مردیم آقا. نمیخواستم بهتر به این تو این پارت بمیریم آقا. اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست. مرسی که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. حتما کانال منو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن، زنگوله کنارشو بزن هر وقت ویدیو بذارم با خبر بشی. و دیگه کاری باهاتون ندارم تا یه ویدیو دیگه. بدرود.